خب سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال ما. امروز قراره که با همین چند تا تیکه آهن یه گیره نجاری یا همون گیره سی که معروف به گیره نجاری هست رو بسازیم. با یه میلیگرد، یه پیچ شماره 13 با 2 تا مهره، یه میلیگرد 8، این میلیگرد شماره 12، این میلیگرد شماره 8 و یه تیکه ورق آهنی. خب در ابتدا ما اول گیره رو به اندازه 18 سانتی متر دو عدد 18 سانتی متری جدا میکنیم. خب فک گیره هامون رو 10 سانتی متری میگیریم. کوتاش کردیم، رو میاریم پایین. هم فرقی که گفت باید به هم جوش بخوره، اینجا قرار بگیره، بالا میاد پایین. خب حالا باید با سنباده این جوش ها رو خوب تمیز کنیم و اینو مهره رو به اینجا جوش بدیم. بعد از اینکه مهره رو خوب سنباده زدیم میاریم و این قسمت اینجا جوش میدیم. خب دوستان الان این ورقی که قراره اینجا جوش بدیم و سرش رو به صورت چوی خط میده. الان این ورق رو باید اینجا جوش بدیم. بالای این جوش میدیم و همونطور که میبینید گیره ما آماده هستش. میریم برای رنگ زدنش. میذاریمش تا خشک بشه. از این رنگش خوش شد، همه آماده است، میشه استفادهش کرد. این قسمت ها رنگ نخورده، این قسمت ها رنگ زدیم دیگه، بستگی به خلاقیت خودتون داره، میتونید هر جوری که دوست دارید درستش کنید. برای تستشون هم میتونید.
خب گیرمون رو سفت میکنیم. حالا همونطور که میبینید خیلی پرقدرت محکم چوب رو نگه داشته. به راحتی میتونید کار خودتون رو انجام بدید.